با سوت آقای گراد بازی آغاز خواهد شد. جنگ یک ضربه از حمزه زرینی، توپ رو کره‌ای ها جمع میکنن. برگشت توپ، سعید معروف منطقه بازی رو عوض نمیکنه تا حمزه زرینی این بار توپش با فاصله به اوت بره. 5 کره‌ای ها، پارک، سنگ ها، یک کت سرعتی، یک کار ترکیبی رو انجام میدن. باز هم امیر غفور عالی داره میزنه، نصف و نیمه توپ برمیگرده. موقعیتی عالی برای بچه ما. یه ضربه از حمزه زرینی، باریکلا. سانسو خوب رو میزنه. فرهاد قائمی به صورت جا خالی خود مدافع حمایت رو انجام میده. دو مدافع ما حرکت میکنن و دفاع اجازه ورود توپ رو. یه نیم نگاهی داشت به دفاع سعید معروف. عراق رو شکست دادیم و حالا در مقابل تیم کره جنوبی یک سرویس دیگه از فرهاد قائمی. خود او دریافت انجام میده. سعید معروف بازی رو کجا بیاره؟ منطقه دو، ضربه امیر غفور. خیلی قشنگ، خیلی قشنگ، باریکلا. کیم جنگ موفق میشه یک امتیاز سرویس حالا او بگیره. حرکت سعید معروف، بازیکن خط جلو هست، میتونه دفاع کنه. حالا ببینیم از این توپ چه استفاده‌ای رو خواهند بود برای حمزه زرینی. به جای زرینی هم علیرضا مباشری در ترکیب تیم هست. یه پاس کوتاه، فرهاد ظریف درست در مسیر توپ قرار میگیره و از این توپ سخت و شرایط دشوار یک امتیاز رو بچه ما میگیرن. 24-19 پاسور سانسو. خب خود کره ها امتیاز 25 رو به ما میدن. فرهاد قائمی برای تیم ملی کشور ما. خب ترکیب ما همون ترکیب تیم ست اول هست. عادل غلام رو آوردن به پاس‌های قدرتی این اجازه رو به مدافع ما میداد تا بتونه مهاجمی رو خوب شناسایی کنه. برای حمزه زرینی با پا کره توپو جمع میکنه. امیر غفور با دو مدافع راحت ضربه خودش رو میزنه. حالا کره‌ای ها ببینیم تو بچه‌ها ما خواهند رسید. بله تو بر میگرده. حالا باید دفاعی ما سر شکلی رو به خودش بگیره. یک کار سرعتی موسوی دفاع میکنه. منطقه بازی رو عوض نمیکنن کره‌ای ها. باز هم تو بر میگرده. عالی هم بر، خیلی قشنگ، باریکلا. در ست اول خیلی کارش سخت شد چون توپ بهش نرسید. باز هم پاس سرعتی. امیر غفور یک ضربه آرام رو میزنه. حمایت در زمین کره‌ای ها شکل میگیره و دفاع بخشای ما. عادل غلام سرویس برای فرهاد قائمی. سانسو به صورت جا خالی. یه لحظه بله تا اینجا هم موفق شدیم ست اول رو ببریم و ست دوم که فاصله امتیاز خوب رو بچه‌ها در اختیار دارن. امیر غفور، سانسو مجبور میشه پاس قدرتی بده. توپش هر طوری هست عبور میکنه. یه پاس کوتاه برای 5 بعد سنگ با قدرت هم میزنه و یک بار دیگه امتیاز سرویس رو تیم ما به دست میاره. پاس برای فرهاد قائمی. به زحمت توپ رو برمی‌دارن. دریافت انجام میشه. موقعیتی عالی برای بچه ما میبره منطقه چون یه ضربه از امیر غفور. 24-15 یه پاس نصف و نیمه مهدی مهدوی برای فرهاد قائمی. خب توپ به اوت رفته. سرویس خیلی ساده رو کره‌ای ها میزنن و پشتبندش هم همین اتفاق میفته. کره هم که در گروه خودشون تمام بازی خودشون رو بردن.
جانچن دریافت خوب و ضربه پرقدرت موسوی که به طور تصادفی به یکی از بازیکن‌ها برخورد بکنه. باز هم برای موسوی در انتهای زمین این بار توپ می‌خوره. سنگ هون، عادل غلامی، دریافت خوب از فرهاد ظریف و ضربه حمزه زرینی. توپگیری در زمین کره‌ای‌ها زد. توپگیری رو امیر غفور انجام میده. موقعیت داره حمزه زرینی. سانسو به دنبال توپ، یک ضربه پرقدرت، توپگیری خود او انجام میده. حالا در واقع از پشت خط سوم و ضربه‌ای که به فرهاد ظریف میخوره. 15-14 سعید معروف برای تیم ملی کشور ما. به دست دفاع میخوره. خط نگهدار اینو نشون میده و داور اول هم تایید میکنه. 18-15 کره‌ای‌ها. رحمان داوودی جای او رو میگیره. به دنبال توپ، به زحمت توپ رو وارد زمین کره‌ای‌ها میکنن. یه پایپ. کره‌ای‌ها دارن کار تیمیشون حالا سر و شکل میگیره. 2-0 رو ما بردیم و این امتیاز باز هم به ما هست. موسوی واقعا مثل که اصلا دفاعی در مقابل خودش نمیبینه. تشکری خوبی رو میزنه به صورت جاخالی. فرهاد ظریف برای فرهاد قائمی. امیر غفور عذرخواهی میکنم و داور اعلام خطای تور از مدافع کره‌ای میکنه. باید منتظر باشیم تا سعید معروف سرویس خودش رو بزنه که بچه ما بتونن امتیاز 23 رو بگیرن. یک ضربه آرام رو جمع میکنن. امیر غفور طوری نیست که بتونه به توپ ضربه بزنه. حالا از این بر یار کره‌ای میزنه و امتیاز 25 به دست میاد. فرهاد قائمی سرویس عالی رو میزنه. موقعیت بود برای عادل غلامی. حالا کره‌ای‌ها در برگشت حمزه زرینی توپو میخواد. یه بار دیگه قائمی ضربه از پشت خط یک سوم. سد محکمی در مقابل مهاجم کره قرار میگیره. مباشری دریافت در زمین کره. پاس کوتاهی که نتیجه میده برای کره‌ای‌ها. نه 5 یه پای بس تیم حمزه زرینی. حمزه زرینی تو جمع میشه. سانسو یک ضربه تو برگشت داده میشه به زمین کره‌ای‌ها. منطقه بازی بلافاصله عوض میشه. یار کره‌ای با قدرت تو به خودش رو میخواد. پاس کوتاه. این ست رو بچه ها ببرن. امیر غفور سرویس. یک کار ترکیبی و بالاخره این دفاع صورت میگیره. عادل غلامی برای تیم ما. سرویس هدفدار او. ضربه از پشت خط. سعید معروف کدوم مهاجم؟ باز هم امیر غفور که این بار توپ رو میگیرن. 22-21 کره‌ای‌ها دارن به امتیازات ما میرسن. درصد توپ‌های سرعتی سانسو خیلی بالا بود. مجبور شد موسوی به سمت بازیکن سرعتی بره. مهدوی هم به زمین اومده. مهدی مهدوی یه پاس کوتاه رو میده و توپی که در زمین ما میخواد. 24-23 سانسو باز هم پاس بریده. حالا موقعیت برای کسب امتیاز 25 هست. امیر غفور و کارو تموم.